تا به حال شده خشم شما رو از کنترل خارج کنه یا حس کنید که خشم داره زندگیتون رو به تدریج تخریب میکنه؟ ولی اگه بگم خشم به جای دشمن میتونه بهترین دوست شما باشه، باور میکنید؟ سلام به همه دوستان عزیز و همراهان پیج دکتر پیچک. امروز قراره به یکی از پرفروشترین و تاثیرگذارترین کتاب‌های روانشناسی و رشد فردی به نام خشم نوشته استاد بزرگ زن تیش نات هان بپردازیم. این کتاب یه نگاه متفاوت و عمیقی به خشم داره. به ما یاد میده که چطور احساس پیچیده خشم رو درک کنیم و به یه ابزاری برای رشد و تحول شخصی تبدیلش کنیم. اما امروز میخوایم این موضوع رو از یه نگاه متفاوتی بررسی کنیم، از دیدگاه نوروساینس و روانشناسی مدرن. بیاید ببینید که تیچ نات هان چطور به ما کمک میکنه تا خشم رو از نظر علمی و عصبی مهار کنیم و به یه انرژی سازنده تبدیلش کنیم. بخش اول، خشم دشمن روانی یا واکنش عصبی. در واقع خشم چیزی بیشتر از یه احساس ساده است و این حس یه پاسخ نورولوژیک به شرایط تهدیدآمیز یا استرس است. وقتی مغز ما شرایطی رو به عنوان تهدید شناسایی میکنه، آمیگدال یعنی مرکز پردازش احساسات در مغز وارد عمل میشه و واکنش‌هایی مثل جنگ و گریز، فایت اور فلایت رو فعال میکنه. اما تیچ نات هان تاکید میکنه که این خشم یه دشمن نیست، بلکه یه سیگنال عصبی که به ما هشدار میده چیزی در اطراف ما ناهماهنگه. حالا نکته اینه یاد بگیریم چطور آمیگدال رو با بخش‌های منطقی تر مغز مثل قشر پیش‌پیشانی یا پریفرونتال کورتکس هماهنگش کنیم. اینجاست که نوروساینس و آموزه‌های تیچ نات هان به هم میرسن و ما میتونیم خشم رو از درون مدیریت کنیم. خب قبل از اینکه وارد بخش شگفت‌انگیز نوروساینس و تکنیک‌های جالب تیچ نات هان بشیم، اگه تا اینجا از این ویدیو لذت بردید یا فکر می‌کنید که این مطالب به درد شما می‌خوره، لطفاً حتما لایک کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید تا نه تنها از ما حمایت کرده باشید، بلکه ویدیوهای جالبی مثل این مورد رو از دست ندید. حالا بریم سراغ علم اعصاب و تاثیرش روی مدیریت خشم. بخش دوم، مدیریت خشم از دیدگاه نوروساینس. یکی از کلیدی ترین تکنیک هایی که تیچ نات هان در کتابش پیشنهاد میده تنفس آگاهانه یا همون مراقبه تنفسی هستش. شاید به نظر ساده بیاد، اما از نگاه نوروساینس این تکنیک میتونه تأثیرات شگرفی روی مغز و بدن ما داشته باشه. وقتی خشمگین میشیم، سیستم عصبی سمپاتیک ما فعال میشه و بدنمون وارد حالت استرس میشه. اما ما با تمرکز روی تنفس عمیق و آگاهانه میتونیم عصب واگ رو تحریک کنیم. این عصب مسئول فعالسازی سیستم عصبی پاراسمپاتیک هستش که بدن رو به حالت آرامش برمیگردونه. حالا متوجه میشیم چرا تیچ نات هان همیشه میگه یه نفس عمیق بکش. این تکنیک ساده در واقع یه ابزار قدرتمند برای تنظیم سیستم عصبی و برگردوندن تعادل به مغز و بدن ما هستش. بخش سوم، خشم به عنوان انرژی، تبدیل تهدید به فرصت. حالا که فهمیدیم خشم از نظر عصبی چطور عمل میکنه، بیاید به یکی از جذاب‌ترین ایده های تیچ نات هان بپردازیم، تبدیل خشم به یک انرژی سازنده. از نظر نوروساینس، خشم یه نوع انرژی ذخیره شده است. اگه این انرژی به شکل آگاهانه و هدفمندی هدایت بشه، میتونه به ما انگیزه بده تا تغییرات مثبت ایجاد کنیم. وقتی خشم رو به جای سرکوب کردن به شکل آگاهانه مدیریت کنیم، ساختار مغزی ما شروع به بازسازی اتصالات عصبی میکنه که مسئول مدیریت هیجانات و خودکنترلی هستن. این فرآیند چیزی شبیه به انعطاف پذیری عصبی یا نوروپلاستیسیتی هستش. یعنی مغز ما میتونه با تمرین و ممارست تغییر کنه و عملکرد بهتری در مواجهه با احساسات از خودش نشون بده. تیچ نات هان به ما یاد میده اگه خشم درست مدیریت بشه، یه فرصت برای رشد عصبی و شناخت فرد هستش. بخش چهارم، قدرت همدلی و بخشش، بازسازی ارتباطات عصبی. یکی دیگه از نکات کلیدی این کتاب اهمیت بخشش و همدلیه. اینجا دوباره نوروساینس وارد میشه. وقتی ما احساس شفقت و همدلی میکنیم یا کسی رو میبخشیم، مغزمون هورمون اکسیتوسین ترشح میکنه که به بهبود روابط اجتماعی و کاهش استرس کمک میکنه. مغز ما ذاتاً به سمت پاداش‌های اجتماعی کشیده میشه.
بخشش مثل یه پاداش قوی توی مغز عمل میکنه و به ما کمک میکنه تا نه تنها روابط بهتری بسازیم، بلکه مغز و ذهنمون رو به حالت آرامش هدایت کنیم. در بخش پایانی باید بگم که کتاب خشم از تیچ نات هام نه تنها یه راهنمای معنوی، بلکه یه نقشه علمی و عملی برای زندگی ذهنی سالم تره. این کتاب به ما یاد میده با ابزارهایی مثل نوروساینس و مدیتیشن احساسات منفی رو به نیروی مثبت و سازنده تبدیلش کنیم. اگه شما هم دوست دارید مغزتون رو به تعادل برسونید و زندگی پر از صلح و آرامشی بسازید، این کتاب رو از دست ندید. ممنونم که تا اینجا همراه با ما بودید. نظرتون رو در مورد موضوع برامون حتما کامنت کنید و بهمون بگید که ویدیوی بعدی رو دوست دارید در رابطه با چه موضوعی باشه. پس تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون و ذهنتون باشید.